و هیچ چیزی و هیچ ذاتی و عظیمی هم در دنیا عظیمتر از الله نباشه که همون بلای جونت باشه. و قسم همیشه در اسلام قسم به بزرگ، فقط قسم به جان مادر تو، سر فرزند تو، پدر تو، اینا نخور. بعضی دیگه وقتی میخوان به هم دیگه ضمانت بدن به هر پیر و پیغمبری که میپرستی، ما نه پیر میپرستیم نه پیغمبر میپرستیم، ما الله میپرستیم. این الفاظو از زندگی خودمون خارجش بکنیم از قاموس خودمون. به هر پیر و پیغمبری که میپرستی، که پیر میپرسته، یا به سر فرزندم جان، هر عزیزی عزیزتر از خدا بشه اون سبب درد و رنجت میشه. قسم به فرزندت نخور که سبب درد و رنجت میشه. قسم به عزیزی نخور. قسم فقط به یک بزرگ، والله بالله تالله. غیر از این دیگه چه؟ اعمال شرکی است.